مردی گوسفندی را ذبح کرد و آتش بزرگی را به راه انداخت و آن گوسفند را کباب نمود. به برادرش گفت برو دوستان و نزدیکان را دعوت کن تا برای خوردن کباب بیایند. برادرش رفت و در بین روستا فریاد زد آی مردم کمک کنید، خانه ما آتش گرفته، به دادمان برسید. تعداد اندکی از اهل روستا برای کمک به آنها آمدند. وقتی به خانه رسیدند خبری از آتش نبود و در عوض با کباب گوسفند و نوشیدنی های رنگارنگ پذیرایی شدند. مرد دید که برادرش اشخاص دیگری را دعوت کرده و از نزدیکان و دوستان کسی در میان آنها نیست. از برادرش پرسید چرا دوستان و نزدیکان را خبر نکردی؟ برادرش گفت دوستان واقعی من و شما همینها هستند. کسانی که شما آنها را دوست و خویشاوند داشتید حتی حاضر نشدند یک سطل آب هم روی خانه شما که آتش گرفته بود بریزند. حضرت سعدی میگوید دوست مشمار آن که در نعمت زند لاف یاری و برادر خواندگی. دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی. این ویدیو رو لایک کنید و اون رو به بهترین دوستانتون هم ارسال کنید.